روزی می شود که من از حبیب خدا جدا می شود و روز قیامت اگر من در یک روز 5 بار محمد نبینم حالی من چی میشه در باشم؟ من مثل محمد صلی الله علیه و سلم عمل ندارم، اما این پیغمبر است فقط در اوج کبریا هست و من هیچ عملی ندارم. همین فکر حضرت ثوبان مجبور کرد و از جاشم خیست آمد و هیچ کس رسول الله را به این نام فریاد نکرده است محمد رسول الله، هیچ کس. وقتی که رسول الله را به این نام فریاد کرد حبیب خدا تعجب کرد که در احیس آی شب ثوبان چی دیده باشد به این علم مرا فریاد میکنند. و وقتی که برو آمدن پهلو یکدیگر را میدیدن رو پرو، ثوبان به اختیار گفتن والله لانت احب الی، رسول الله من تو را دوست میدارم، من بی نهایت تو را دوست میدارم، حتی در عمرم یک فرزند دارم از او هم زیاد دوست میدارم. من در این روزا حرکت میکنم تو را 5 بار ببینم، اما مرگ ما را جدا میکنم. مگر در روز قیامت را در یک روز 5 بار من ببینم حالی من چی میشه باشه ای حبیب خدا؟ و این صحبت هر دو میکردن و جبریل امین همون لحظه آمدن و خبر خوشی را دادن، نه فقط برای ثوبان بلکه برای تمام مسلمانان. فرمودن هر کسی در دنیا اطاعت الله و رسول الله بکنه روز قیامت با همراه پیغمبران و اولیاء و صدیقین و شهدا هستند. ببین سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه و ارضاه نفری هست که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن خدای من به زبان عمر صحبت میکنه. و نفری هست که رسول الله گفتن لو کان بعد نبیا، اگر بالفرض بعد من پیغمبر میشید هر آن عمر میشید، ما پیغمبری تمام دیگه بعد من پیغمبر نیست. عمر نفری هست که ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه و ارضاه صحابه حبیب خدا گفتن ما یک روز خدمت برای خدمت حبیب خدا میگذارم، این روز ما پاسبان حبیب خدا هستم، ما کسی را اجازت نمیتونم که نزد حبیب خدا بدروه مگر بعد اجازت. حبیب خدا یک باغ در آمدن، پاهکای مبارکشون رو بالا کردن، حوض در مثل کودک بازی میکردن. چند لحظه بعد سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه و ارضاه آمدن، خواستن نزد حبیب خدا بدروین. گفتن برادر ابو بکر من اجازت نمیتونم شما بدروین، ما اول از حبیب خدا اجازت میپرسم بعد بدروین. آمدن گفتن حضرت جان ابو بکر آمده است. حبیب خدا گفتن کی آمده است؟ گفت ابو بکر. گفت ابو بکر بله، فسلیمه فبشره بالجنه. ای ابو موسی اول برای ابو بکر سلام بگو و بعد از اون بگو مبارک شو که جنت انتظارش است. منش بیاید. سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه و ارضاه در آمدن و دیدن حبیب خدا پای مبارک بالا کردن مثل کودک بازی دارن، از پهلوی راستش نشستن و پاچه‌های مبارک بالا کردن مثل کودک بازی کردن. و لحظه بعد سیدنا عمر آمدن، عمر شجاع میخوان از حبیب خدا بدروید، محبت بین عقل بین درس عمر اجازت نیست، اول من اجازت میگیرم. حضرت جان عمر آمد از کی؟ عمر بله، فسلیمه فبشره بالجنه، برای عمر بگو سلام و مبارک شو که جنت انتظارش است. سیدنا عمر آمدن دیدن حبیب خدا با ابو بکر پا را بالا کردن مثل کودک بازی کردن از پهلوی چپ. پس آن عثمان فسلیمه فبشره بالجنه، عثمان مبارک شو بگو جنتی است. پس آن علی، پس آن دیگر صحابه را بخیل نیستن. ببین چقدر سخی است. عجیب نکته جالبی را قید میکنن. کاش که تمامی برادر می داشتم همش می آمدن همین لحظه و از زبان مبارک این خبر خوشی به جنت میشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب معراج آمدن با عمر عجیب صحبت کردن. عمر والله در جنت یک قصر دیدم دیگه از این قصر زیباتر ندیدم. سیدنا عمر گفتن چگونه قصر بود حضرت جان؟ گفت یک خیشت از طلا و یک خیشت از نقره بود و همون لای دیوال بینشون از سیم و زر بود و از این دیگه منظره زیبا نبود. این منظره مرا در هیجان آورد و سوال کردم که این منظره زیبا کی را انتظار است؟ فقالوا لشاب من قریش، گفتن حضرت جان یک جوان قریشی را انتظار است. حبیب خدا خود که قریشی بودن
فظننت انی انا هو. حضرت میگه من گمان کردم که همون قرجون بالا، من گمان کردم که همون مرد قریشی من هستم. حبیب خدا را ببین نکته جالب شد. فظننت انی انا هو، گمان کردم که انا همون جوان قریشی من هستم. حضرت میگه به طاقت شدم. فقلت من هو، گفتم اون جوان مردی که خیلی لایق این منظره انتظارش هست او کی هست؟ فقالوا، میگه گفتن عمر ابن الخطاب هست. حبیب خدا گفتن عمر جان من غیرت نکردم که قصر شما را تماشا بکنم. رسول معظم اسلام گفتن حضرت آیا عمر در نزد تو اینقدر غیرت داشت که قصر او را تماشا نکردی؟ سیدنا عمر با حبیب خدا می نشستن. علما میفرمایند اگر روز قیامت اعلام شود کسی محمد را دوست می‌داره یک طرف بریسته، همه یک طرف بیستن، عمر ابن الخطاب خود طرف تنها، همه چی محبت عمر را پیدا نمی‌کنند. رسول الله پرسید، راوی عجیب روایت میکنه، میگه هم تو دست سیدنا عمر قبید. عمر مرا دوست می‌داری؟ بله حضرت جان من شما را دوست می‌دارم. عمر تا کدام اندازه مرا دوست می‌داری؟ یک وزن مانیم، ترازو بمانیم. عمر مرا زیاد دوست می‌داری پدرت؟ حضرت جان من شما را دوست می‌دارم. عمر فرزند، همسر، شما. نکته آخر عمر، نکته جالب است. عمر مرا زیاد دوست می‌داری خودت؟ حضرت جان من خمسته زیاد دوست می‌دارم. عمر محبت نیست و ایمان هم ایمان کامل نیست. لفظ حدیث تو همین اندازه است، اما شارحین عجیب میارن. حضرت عمر میگه از همین نکته بالا خیستن و رفتن و هم پریشان هم بودن. با فرزندش عبدالله وا خوردن. عبدالله گفتن آتا جان چرا اینقدر پریشانی؟ گفت بچم محمد بن عبدالله مرا سوال کرد مرا زیاد دوست می‌داری یا خودت؟ در جواب گفتم خب من از تو زیاد دوست می‌دارم. پدر جان چرا نگفتی که از جان عزیزم دم تو برای من عزیزی؟ گفت عبدالله عمر نفری نیست هوا بروا. ولی عمر نفس سوال میکنه وای نفس تو زیاد محتاج به محمد داری یا به خودت؟ و سوال دوم ای نفس تو روز قیامت پیش خدا میری با اعمال خودت میری یا به شفاعت پیغمبر؟ گفت پدر جان نفس چی گفت؟ گفت نفس گفت عمر از تو دارم زیاد احتیاج به پیغمبر دارم. اما روز قیامت پیش خدا میرم من به عملای خودم نمیرم و ما امید و آرزو و شفاعت حبیب دارم. و دوباره آمدن هم تو دست مبارک خبیدن گفتن حضرت حتی از جان خودم دم تو برای من عزیزی. نو ایمانی تو کامل شد و سعادتمندی و نیکبختی تو نو کامل شد. سیدنا ابوبکر سیدنا عمر یکی مسئله نافهمایی دارن و حق هم هست به جانب عمر. روز اگر ما برادرمون حق باشه عذرخواهی نمیکنیم بخشش نمیپرسید. سیدنا ابوبکر گفت عمر جان ببخش حق به جانب شماست. کلی حضرت عمر در حالت شجاعت نبخشیدن و از محفل خیستن رفتن. سیدنا ابوبکر گریه داره، سیدنا ابوبکر گریه داره و خیلی هم ناراحت هم هست و از او جمعی خیزه بلوتر و از او جمعی خیزه سیدنا ابوبکر بلو ما هم میخیزیم انشاءالله بلو سیدنا ابوبکر رضی الله تعالی عنه و ارضاه گریه میکنه و میرم آیسته آیسته مجلس حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. سیدنا وقتی میره و یک پوچه بروک بالا هست یک پوچه بروک پایان. حبیب خدا ابوبکر تماشا میکنه میگه صاحبکم رفیق شما ای دوست شما ای عزیز شما با کسی جنجال کرده. عادت جنگ یک طرف کشال یک طرف کنده میایی. وقتی نزدیک شدن حبیب خدا هرگز نمیخواست ابوبکر ناراحت ببینه. ما بک ای ابوبکر. ابوبکر جان چیش دست چرا این ناراحتی؟ سیدی او حبیبی، سیدی من، دوستداری من، حبیبی من محمد صلی الله علیه و سلم. بین ما و عمر مسئله نفهمی بود لکن حق به جانب عمر بود. پس چرا حق به جانب عمر است ناراحتی؟ حضرت جان عمر مرا نبخشید
ناراحتی میگه است که مرا عمر نبخشید. رسول الله اینقدر ناراحتی گفت ابوبکر تو را خدای عمر میبخشه و تو را خدای عمر میبخشه و تو را خدای عمر میبخشه. و لحظه حضرت عمر تسکین یافتن، آرام دویده ستادانه خانه ابوبکر بیایند تا از ابوبکر عذر خواهی بکنند، نیفتند و دوان نزد حبیب خدا آمدند. همون جایی که حضرت عمر نمایان شدند رخسارهای مبارک سرخ شدند. وقتی رخسارها مبارک سرخ میشدند اصحاب میگفتند قیامت میشه، همه به زانو افتیدند. عمر میگه عیب ماست، ابوبکر میگه نه عیب ماست، عیب بالای خچون آوردن جنجال است. برادر حبیب خدا سخنی گفتن تلفظش دشوار است. گفتن ای اصحابی یاد داره زمانی ما گفتم من پیغمبرم همه شما مرا دروغگو گفته بوده فکذبتم. همین جوان مرد مرا قبول کرده بود. اینا ناراحت میکنه. همه مرا دروغگو گفته بوده جز از ابوبکر. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه میفرماید از همون زمان کسی ابوبکر ناراحت نکرد. حتی هم رسول الله صلی الله علیه و سلم از دنیا گذشتند. حضرت عمر توصیه کردند ابوبکر خلیفه کنیم و خلیفه هم شد. و بعد از آن آمدن گفتن عمر تو نفری هستی که رسول الله گفته بود بعد من پیغمبر شو تو میشی، چرا خلیفه اول نشدی؟ گفت وای بر شما. یک شب که ابوبکر با حبیب خدا گشته است، یک شبش از ما و از اولاد ما بالا است. گفتن اون کدام شب است؟ گفت شب هجرت. غیر ابوبکر کسی در بر رسول الله نبود. راه میگشتن از 4 پهلوش و مردم نگاه میکردن و تصور میکردن که با حبیب خدا 4 نفرن و حالا 4 نفر نیستن. گفتن چند نفر بود؟ 1 نفر بود. برادر کم بولو بشین یه جوی میخیزیم بولو بشین محفل نورانات. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بولو بشین بولو بشین کم تک میشتن میخیزیم محفل. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ببین رسول الله علیه السلام بهترین شخصیت و معلم. آداب مجلس همه که باید بشینید و سنت هست. ما صحبت کسیم شما خسته هستیم چی معنی نمیکنه نه صحبت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم ابوبکر صدیق خلیفه اول وای بر حال شما. یک شب که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ابوبکر با رسول الله شب گذرانده است، از من و از اولاد من هم بالا هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال عجیبی کردن، همه اصحاب بودن. رسول الله سوال عجیب کرد که امروز کدام شما جنت رفت؟ تصور بکنید که کی در دنیا جنت میره و میآید. اونجا ابوبکر صدیق است، عمر فاروق است، عثمان است، علی، همه خاموشن مگر عبدالله خرسال میگه انا یا رسول الله امروز ما جنت رفت. اشاره هم تعجب میکنه عبدالله خرسال میگه امروز ما جنت رفتم و آمدم. و سوال دوم حبیب خدا است که آیا یگان تا شما از میوه های جنت خورد؟ همه خاموشن. عبدالله ابن عمر میگه انا یا رسول الله حضرت جان امروز ما از میوه های جنت خوردم. حضرت عمر میگه عبدالله از تو کلانا خاموشن چرا گپ میزنی؟ و سوال سوم آیا امروز کسی از آبهای جنت نوشید؟ عبدالله میگه انا یا رسول الله. حضرت جان نه. حضرت سوال کردن یا عبدالله کیف دخلت الجنه و اکلت و شربت من میاه؟ امروز چخیر جنت رفتی؟ و چخیر از آبهاش خوردی و از میوه هاش خوردی؟ و حضرت جان امروز قرآن میخوندم، وصف جنت خوندم. والله حالی هم پرنده های جنت فریاد دارن، صداش در بیخ گوشم هست. و حضرت قرآن روز درباره وصف میوه های جنت خواندم، حالی هم لذتش از دهن من نرفته. و در وقت باره آبهاش خواندم حالی هم شیرینیش از حلق من پایان نشده است. قرآن باید انسان به این باوری بخوانه. سوره مبارکه
اذا شمس کویرات و عمه و اذا زلزلت نازل شد، روز سیدنا ابوبکر گفت حبیب خدا نگاه میکنم کمرت شکسته، میانت خم شده، مسفید شدی. گفت ابوبکر از زمان خداوند سوره عمه و اذا شمس کویرات و سوره اذا زلزلت نازل کرد، این سوره ها کمر مرا شکستند. و سوره مبارکه اذا زلزلت نازل شد، یک جوان 3 روز بیرون نبرآمد. گفتن حضرت جان همین جوان 3 روز است از خانه بیرون نمیشه. حضرت خبرگیریش رفتن جوان خواب است و گفتن قل یا بنی لا اله الا الله. بچه جان یک بار لا اله الا الله بگو. و گفت من نقشبنده. گفتن چرا حضرت جان؟ گفت سوره اذا زلزلت جگر او پاره کرده است. اما ما شما قرآن میخونیم، اگر یک قاری خوب بخونه اهمیت میده، مگر کمی قاری آوازش میسه ما دغل باشه اهمیت نمیده. به خاطر آواز شده به سخن خالق خود اهمیت نمیده. پیامبر صلی الله علیه و سلم یک نمونه برای ما و شما بودن و تا این روز نمونهش الحمدلله مانده است و رفته است. سیدنا عمر 3 قصه یا 4 قصه وقت زیاد کنم نمیگیرم پیش از اسلام شروع بکنم و بعد از اسلام عمر چگونه عمر شد. حتی حضرت عمر میگه روز حبیب خدا مرا زاره کرد، حالی من میگه ایمان آورده بود. گفت ابن خطاب، بچه خطاب دنبال ما بسیار نگرد، یه لحظه مرا تنها موند، ما 2 رکعت نماز بخونم. و روز میگه ما دیدم محمد نماز خوندسته، با دلم گفتم این شاعر بی، حالا با زبان حرف نزدم، با دلم گفتم این شاعر بی شعر خوندسته. هم حالت میگه حبیبی نازنین در نماز این آیه مبارکه را خواندن، بسم الله الرحمن الرحیم و ما هو بقول شاعر. سخنهای محمد سخنهای شاعرانه است. میگه گفتم این فالبین بود ما را فهمید. میگه دویم جمله را خوان و ما هو بقول کاهن. سخنهای حبیب خدا سخنهای فالبینا هم نیست. میگه والله گفتم این مرد کسی از صاحب داره، ما فکر کردیم ملکه جواب ما گرفتم، اگرچه 6 سال بعد میگه من مسلمان شدم. روز میگه یک زن دیدم در راه میرفت، گفتم مادر کجا میری؟ گفت عمر تو مسلمان نشدی، سرزمین خدا بسیار است، میرم یک سرزمین دیگه. گفت در پناه خدا باشی. زن وقتی که از زبان عمر نام خدا را شنید از سفر گشت. گفت مردک جان حیدر مبته که عمر نام خدا را میگیرد. گفت زن خوب ساده هستی، والله خیلی با عمر مسلمان میشه، عمر مسلمان نمیشه. میبینی؟ و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب از شبها به نزد خانه ابو جهل و عمر گذشت و دستی مبارک هم بالا کرد و گفت خدایا اسلام مرا زینت بده به احد عمرین، یا عمر مسلمان بکن یا ابو جهل. یکم جمله دعا و جمله دوم چی بود که خدای عظیم ده تا کدامش دوست می‌داری، یتش مسلمان کن. و وقتی که برادر حضرت علی جعفر هجرت کرد، عمر بسیار ناراحت شد و خنجر هم کشید و وقتی که عمر خنجر میکشید تا به مقصد نمیرسید، دوباره در غلاف نمیماند و قصد کرد که میرا محمد نازنین میکشد و در راه هم میآمد و سوالش هم کردن کجا میری؟ گفت محمد بن عبدالله را از بین میبرم و از اولاد عمر را از بین میبرن، برابر میشین و باقی مانده مردم عرب آرام باشند. گفتن اگر مسلمان کشی برای خواهر خودت و یزنت، حالا خباب درسشون داده است تا اینجا بروند تا بریم حبیب خدا را آگاه بکنیم. صحابه دویده میره و حضرت جان عمر اومده و اون خنجر هم در دست. حضرت اهمیت نمیده، صحابه حیران است، عمر اومده است. فقط حمزه گفتن اگر میبینیم نیت عمر خیر است خیر، اگر نیتش خیر نباشه پاره‌اش میکنه. اما حبیب خدا بی پروا بودن. اصحاب نمیدونستند که همون شبی که عمر قصد کشتن کرده است، رسول الله قصد دعا کرده و گفتن وقتی عمر میآید حضرت یقین کرد که دعاش در حق حضرت عمر قبول شد و مجرد در آمدن حبیب خدا را آغوش کردن و بیعت کردن و سوال عجیب هم کردن حضرت جان ما حقیم یا مشرکا؟ گفت ما. پس چرا خاموشی؟ از زمانی که اسلام آشکارا دعوت شد اسلام آوردن حضرت عمر است. روز هم حضرت عمر هم تو به ناله حبیب خدا را نگاه میکرد. رسول الله سوالش کردن عمر چرا ناراحتی؟ گفت حضرت جان همه کارهای پیش از اسلام مرا ناراحت میکنه. گفت کدام؟ گفت خودت میدونی که عادت ما بود که دخترها را زنده به زنده زیر خاک میکردیم. از اون جمله ما هستم. گفت 20 تا دختر زیر خاک کردم.
از همین 17 تاش ای خدم نیست و از همین 17 تا 3 تاش ای خدمه و 3 تاش هم دو تا اولش در پروا ندارم. دخترچه سیوم دست گرفتم صحرا میرفتم، دخترچه با ما ناز میکرد که با پدر استراحت رفته، گرگیردی پدر دور میزد. وقتی قبرش میکردم خوکا در ریشای ما میشست که میومد از ریشای ما جدا میکرد و موندم داخل چیزی با سنگ وزبین زدم بالا کرد. پدر جان من چی گناه کردم که این کارا نسبتی من بود. هر جایی که همین قصه در میومد حبیب خدا میگفت اعید یا عمر. عمر قصه تا یه بار دیگه ای سر بکرد. گفت عمر اگر مسلمان نمیشیدی آتش دوزخ انتظار. برای خاطر برادر همین صحابایی که من اینقدر ذکر کردم جان به جان رسول الله مونده. یه نکته است که همه ما و شما باید افتخار بکنیم و همین حدیث همین خانم دعا میکنم وقتی زیاد تون نمیگیرم. ببین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شب در محضر اصحاب روزی آمدن قبرستان و سلام به مردم قبرستان دادن و یک نکته جالبی را گفتن دوست می‌دارم کاش که برادران ما ببینم. در بین صحابه کلمه گفتن خیلی مشکل است. اصحاب گفتن رسول الله ما برادرات نیستیم که آرزو داری کاش که برادرات ببینی. رسول الله گفتن بل انتم اصحابی، شما نور چشم ما هستید. برادر و صحابه خاک پاش از ما و شما بالا است. زیرا در صحبت حبیب خدا نشست. همون هنده که امیر حمزه را شهید کرده است، حبشه که امیر حمزه را شهید کرده است، همون خاک پاش از ما و شما بالاست. پس صحابه گفتن حضرت جان رفیقای تو کیان؟ گفت حالا پیدا نشدید. حضرت دوباره سوال کردن که حضرت جان اونو پیدا نیستن، چه خیلی میشناسیشان؟ حضرت گفت یک انسان 100 تا اسب سیاه داشته باشه، یک تا اسب پیشانی قشقه الا یعرف خیله، آیا اسب نمیشناسه؟ میشناسن. حضرت جان گفتن همونی که ما آرزو دارم ببینیمشون در این دنیا داری و برای من نصیب نمیشه. فانهم یاتی یوم القیامه. حبیب خدا میگه من همون جوان مردایی که آرزو دارم کاش که ببینم در این دنیا دیدشون نمیتونم، در روز قیامت میبینمشون. و انا فرطهم علی الحوض، من پیشوازی او میبرم در حوض کوثر انتظارم. برادر فرط میدونی چی میگن علما؟ وقتی ماشین شه عروس میگه کودک دویده شادی کرده میروه، حبیب خدا میگه من پیش اهل جنتیم تا دویده میره. آرزو داره و هر کسی بخواهد که حبیب خدا روز قیامت پیشوازش بگیره، از ما بگم 1 میلیون قرض میکنین صرف میکنین، 1 میلیون هم در کار نیست. یک قرابه آبی طهارته که 2 روبل هم قدر نداره. اگر هر کسی طهارت میکنه در جای دست ها اعضای طهارت میکنه اگه آب میرسه نور بالای نور میشود و حبیب خدا میگونه جوان مردار انتظار است. برادرو خدا هر کس هم اجازت نمیده که رو پروش بستی و دستات هم برداری و بگوی الله اکبر و بعد از اون سبحانك اللهم بخوانی و بعد از اون اجازت بده و بگوی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. همین خاطر برادرو پیامبر صلی الله علیه و سلم آرزو کرد کاش من و شما رو ببینم، کاش که این آرزو ما میکردیم یک بار پیغمبر تا دیدیم. یا الله خدای در این دنیا ما را رفیقی با پیغمبرت نصیب نکردی، پیروی رو نصیب. خدای پیغمبرت آرزو کرده بود کاش که یک بار ما را میدید. اگر پیغمبرت میدونست ما اینقدر گناه میکنیم شاید آرزوی دیداری ما را نمیکرد. یا ربی خدای با کمبودی ما نگاه نکن، با بزرگی و آرزوی پیغمبرت نگاه بکن. یا الله یا ارحم الراحمین. پیغمبرت اگر حرام میشی موقعی برادر شاید چشممون طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میموند. خدای روز قیامت ما رو چشم بده، قلب بده، طاقت دیدار خودت حبیبت باشه. خدای خودت وعده کردی که جنتی ها هر خواهشی داشته باشن اجرا میشه. خدای اگر در تقدیر ما جنت باشه یک خواهش داری ما رو با همین برادرامون جنت ببر. یا ربی خدای اگر در تقدیر ما جنت هست روز قیامت ما رو اجازت بده با محمد صلی الله علیه و سلم صحبت کنیم و با او درد دل بکنیم و علم ها و شکایت های درد دل به محمد علیه و سلام بگیم و ایران توفیق بده بگیم که محمد ما تو را دوست می‌داریم، از پدرمون هم زیاد، از مادرمون هم زیاد، حتی از جان خودمون هم زیاد دوست می‌داریم.
پروردگار ما ایمان داریم چگونه که برادرها را پدرشان از این دنیا بردی ما را هم روزی میبری. هیچ کس نیست که بین ما ترجمان باشد. خدای دا روز ما را تنها نگذار. خدای ما ایمان داریم ما را سوال میکنی جواب میکنی. اگر سوال جواب میکنی به رحمانیت سوال بکن، به قهاری و غضابیت سوال نکن. خدای ما در همین دنیا اقرار میکنیم که گناهی بسیار داریم، هیچ عمل نداریم. اگر پیش تو میریم یک خواهش و آرزو ختم میریم، رحمت و شفاعت حبیب. خدای روز قیامت در بین مردم ما را از گناه ها ما نپرس. خدای اگر سوال میکنی به رحمتت سوال بکن. اگر به سوی ما قهر و غضب کردی ما از رحمتت سوال میکنیم. اگر عیبهامون را آشکارا کردی از ستاری سوال میکنیم. رحمت خدایا عالمات گذشتش رحمت بخیر. باقی مانده عالمات خدایا عمر دراز، صحتی، سلامتی، الفت و مهربانی و یکدیگر فهمی را بین همه عالم خصوصا عالمای تاجیکستان و بین همه مردم خصوصا مردم تاجیکستان نصیب بگردان. خدا عالمات فراموش نکن.